سلام. روز سوم ماراتون آشپزی به همراه عمه، روز سومه و امروز قراره که شیرین پلو درست بکنیم و از دیروز شروع کردیم تدارکاتش رو و یه مقداری آماده سازی کردیم. اول از مواد اولیه‌ای که ما نیاز داریم برای شیرین پلو استفاده بکنیم که تشکیل شده از دوباره حدود 1 کیلو مرغ. این باز غذا برای حدود 6 نفره. حدود 1 کیلو مرغ و پیاز داغمون هم آماده کردیم. میبینید طلایی شده که در آخر برای تزیینشه. ادویه‌جاتش تشکیل شده از نمک، فلفل زردچوبه است خیلی کم و یه ادویه هم هست که اونم باز خیلی کم و پسته خلال و خلال بادومه. اونا چیزن بله تزیینشه. و مواد دیگه‌ای که خیلی تو شیرین پلو در اصل استفاده میشه در اصل نارنجه. حالا ما شنیده بودیم که با پرتقال، ولی خب عمه گفتش که نارنج هم خوشمزه تره هم خوشگل تره که ما این نارنج انگار که داری مربا درست میکنی. حالا تهیه‌شو دیگه خودتون میدونید دیگه، بعد بذارید تلخیش بره، بپزید و شیره‌شو بزنید و آماده بشه. حالا چیزی که خیلی مشخصه اینه که اگر این کارو کردید خواهش میکنم که در مورد شیرش رو استفاده نکنید، یعنی فقط اون موادش استفاده کنید، چون شیره در نهایت میره پایین و در پایین برنج شروع میکنه میسوزونه و ما مقداری که برای این استفاده میکنیم حدود 500 گرم خواهد بود برای 4 تا برنج که میشه 6 تا و باز اون سلیقه‌ای هم هست، حالا یکی بیشتر دوست داره یکی کمتر دوست داره، ولی این موادیه که ما برای شیرین پلو احتیاج داریم. خیلی ساده است. حالا برمیگردیم. عمه مرسی که باز امروز هم زحمت کشیدی، وقت گذاشتی. دیروز خیلی خسته شده بودن و امروزه که ما تقریبا آخر ماراتونمون تموم میشه. امروز آخرین غذامون رو داریم درست میکنیم. خب اما اگه نظری داری در مورد این؟ نظری من اینه نداریم. نظری اینه که هر کسی که میخواد غذا درست کنه یه خود دقت بکنه، همه از لحاظ نمکی، آبی، گازی، همه چیزشه و گنه غذای همه خوبن. اگر غذا رو کوچیک‌ترین غفلتت بکنه اون روش غذا از دستت میره. این شیرین پلو هم همونه. خیلی از شیرین پلو هم میپزن، ولی اصلی شیرین پلو رو بگیر، مرغش رو بذاری بپزه، این پستش بریزه، اینش بذاره. کشیدن غذا خیلی مهمه. چی وقتی ببینید طلای پیازش باید طلای باشه، گوشتش مرتب باشه، ادویه‌جاتش مرتب، بگه همه غذاها که هر کی میپزن خوبی، ولی دقت هم یه مقدار داری. ولی این غذا رو یه مقدار دقتش نکنه خوب در نمیاد. ولی کارش اینه چه دقت غذا خیلی مهمه. در مورد دقت غذا بگم، من عمه بهم گفته بود که پیاز سرخ خورم. من پیاز سرخ کرده بودم، یه ذره تیره تر از این شده بود. اینجوری نیست که بگیم حالا یه ذره به قول تیره تر شده اشکال نداره، اونا رو گذاشتیم کنار، دوباره این کارو کردیم. چون من چیزی که متوجه شدم اینه که به نظر ساده میاد ولی دقت توی جزئیات در نهایت شکل غذا، طعم غذا میتونه تاثیر. خب حالا میریم تا اولین مرحلهش که سرخ کردن مرغ و ادویه‌جات رو استفاده میکنیم رو در شوت بعد میریم. مرسی. اینو من حدود یه دونه پیازو اینجا خورد کردم، درشت سرخ کردم و از روغن همون پیازداغی که استفاده کردیم ریختیم که یه ذره طعم اونم داشته باشه. خب الان داره یه ذره یه کمه که این تفتش دادیم. خب ما یه زردچوبه مربا کرده. الان مربا کرده میریزیم که این رنگش کمش بهتر بکنه. ببین این ما میریزیم به هم میزنیم. اینجا بوده بذار من یه همش بزنم که نگیره. ببینیم مدت زیادی نمیذاریم این مثلا مرغ سرخ شه، نمیدونم، فقط اون سفیدی یه تفت کوچولو و اون سفیدیاش بره. بله نمک هم اینجاست.
نمک هم میریزیم نشور بشه. نمک هم دیگه بستگی داره دیگه، هر کسی بعضیا کم نمک دوست دارن، بعضیا پر نمک دوست دارن. دست غذا نمک بزنن که از دهن آدم نیفته. شورم نباشه. شورم نباشه. آره. خب یه لیوانم آب، کم نمک، حالا یه ذره تفتش بده. آره. جرمم ریخته مسئله نیستش. اینه تفتش داده. از من چیزی خیلی نمیده وسطش برسته وسطش باش وسطش. خب حالا مرغارم که پختیم روی دونه دونه قشنگ میذاریم تو مایتابه. یه تفت کوچیک میخواستیم بدیم که این با قول معروف طعمشو بهتر میکنه. اون مایه‌ای هم که کف قابل مص هم میریزیم در نهایت توی اون. یه تنه آب باز تویلم بجز تویلم. این ما تقریبا اینم مرغ شیرین پلومه، شیرین پلوست که روغن زیادم نداره. یه ذره کره و زعفرونم روی برنج میدیم. اینه که خاطر این میدازم که برنج من تو بابنامه خم نشه. برنج من خم نشده که نمیخوریم بکنم. حالا یه زعفرون درست کردیم، یه ذره روی برنج و آب زعفرون میریزیم. این دار؟ بله. دیگه میگن که خب یه ذره هم روی مرغمون میریزیم. آره مرغ میریزیم دیگه، اونم دیگه خیلی بله اون اضافه‌ش هم. آره. خب حالا غذا برنجمون آماده است، مرغمون آماده است و اینم در اصل اون نارنجو با مغز پسته و مغز بادوم قاطی کردیم. آماده است که اینو میریزیم. حالا موقع سرو کردنتون با پیازداغ بهتون نشون میدیم. حالا غذا رو آوردیم، برنج آماده است، مرغ آماده است، پیازداغ آماده است و مایه شیرین پلومون هم آماده است. حالا عمه میخواد اینا رو بکشه و طریقه قاطی کردن اینا رو هم بهتون ما اینجا نشون میدیم. حالا برنج عمه یه لایه برنج ریخ. ببین یه ذره با انبر همون مایه در اصل پسته و بادوم و نارنج رو من الان برنج رو بکشم. منم اینو میریزم براتون. کاموناشو بریز. آک. اینم تدیگشه. بذارید من تدیگش هم در بیارم براتون. تدیگم یه ذره باز کنجد ریخت عمه و میبینید که تدیگ میشه
تعدیق کنجتی. این تعدیقشه، اینم مرغاشه. اگر خواستین نخواستین ما لای برنج بذاریم میتونین لای برنج هم بذارین، اون یه خدا چیزی که برای درست کردنش سخت باشه. اینم مرغاشه. خب همون خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، که دست شما درد نکنه. غذای من مورد پسند شما شده. ما دیگه وقت ما گذاشته این غذا رو درست کنیم. الانم مسعود جان خیلی عزیز بود، از من خواسته بودی، من به خاطر مسعود جان این کاری کردم که مسعود حالا هر جور دلش میخواد توضیح بده. اینم تعدیقمونه. شما اگه خواستین این ما خیلی همتون به خدا سپردیم. انشالله چی منو میبخشین چی تو این 3 روز زحمت بهتون دادم. خیلی ممنون، متشکرم، قربونتون برم. من خداحافظ. خیلی ممنون از بینندگان. این آخرین اپیزود ما خواهد بود در رابطه با شیرین پلو. انشالله عمه باشه، خیلی خسته شده. انشالله در آینده که فرصت بشه رو غذای دیگه هم کار هستم. امید بیدار باشه. مخصوصا کلافاچی.